بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس وقتی که از منزلش خارج می شود این دعا را بخواند، الله متعال این دعایش را چنین اجابت می کند که به او گفته می شود هدیت و کفیت و وقیت، هدایت شدی و کفایت شدی و حفاظت شدی. جالب این است که در این روایت آمده که وقتی که یک شیطان دیگری را می‌بیند به او میگوید کیف لک برجل قد هدی و کفی و وقی. شیطان به شیطان دیگر میگوید تو با این مرد چه کار میتوانی بکنی؟ مردی که هدایت شده، کفایت شده و حفاظت شده. پس بنابراین این دعا را هیچ